یک ساکن تاجیکستان که بر اثر لطوکوب و شکنجه در شعبه میلیسا معیوب شده است، صحبت تلفنیش با یکی از میلیسا ها را که او را عذاب و عقوبت دادند ثبت کرده است. در این ثبت که یک نسخهش را روز 26 می به اداره پایگاه خبری بامداد نیز ارسال کردند، مرد جوانی دیده می شود که چند جای رویش ظاهراً بر اثر لطوکوب سیاه و کبود شده است. کی و در کجا ثبت شدن این نوار معلوم نیست، ولی در ثبت دیده می شود که این جوان با تلفن به کارمند میلیسا نقل می کند که چند روز باز پشت در بیمارخانه و پروکراتور دواتاز دارد. وقتی کارمند شعبه میلیسا سبب میپرسد، این جوان نقل میکند که تشخیص طبیبان به خلاصه رسیده است که پرده گوش او را دراندند. او به کارمند میلیسا که خود را به نادانی میزند میگوید که در یادت هست وقتی در شعبه میزدی تو من اکا گفتم طرفتان، میگفتی که اکا در افریقا بنند خورده ایستاده است، ولی من شاهد دارم زنی دید این همه را و آمده به همسرم گفته است که شوهرتان را در شعبه 5 کسه چنان زدند که همه قبرغوایش شکست و ریخت. بنا به نقل این جوان او را گویا با گمان دست داشتن در فروختن کدام چاروای دزدی دستگیر کرده و شکنجه دادند تا که گناه ناکرده را به کله بگیرد. با شکنجه و عذاب و عقوبت به اعتراف گناه مجبور کردن دستگیر شده ها از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان یکی از موردهای عمده پایمال شدن حقوق انسان در تاجیکستان باقی میماند. حکومت تاجیکستان با دعوت سازمان‌های بین المللی حتی یک بند ویژه را در کودکس جنایتی شامل کرد که برای شکنجه جزای شدید پیش بینی میکند، اما در اکثر موردها پرونده‌های کارمندان به شکنجه متهم مقامات با ماده‌های جزایش خیلی سبکتر به مثل بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی تحقیق می‌شوند و در نهایت گناهکاران با یگان جزای رمزی به مثل جریمه از جوابگری خلاص می‌شوند.